السلام علیکم بینندگان عزیز. برنامه‌های تلویزیونی سوخت دوام دارد و البته از طرف تماشابینان به ما یک چند مراجعات ها اومده رسید که باید درباره مسئله های مهم روز آداب و اخلاق بیشتر صحبت ها تشکیل کرده پیشکشی تماشابینان گردانیم و واقعا هم جامعه امروز به این موضوع ها نیاز دارد. موضوع اساسی که امروز ما در اطراف آن سخن میرانیم محاکمه میکنیم این اختلاف میباشد و به همین خاطر ما به استودیو تلویزیونی سوخت امام مسجد تاج محل داملا مجیب علی عطیف را دعوت نمودیم. السلام علیکم. پیش از همه به استودیو تلویزیونی سوخت خوش آمدید. البته کلمه اختلاف به مردم بیگانه نیست، همه میدونند، لیکن نه همه مضمون و ماهیت آن را چخورتر ژرفتر درک میکنند. میخواستیم سراول شما اوید کلمه اختلاف سخن میکردید. اختلاف خود چیست؟ چی معنا دارد؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا انشاءالله الله سبحانه و تعالی همه تمام مسلمانان دنیا را انشاءالله قلبشونه زبانشونه یک جای بگرداند. اولا سبب همش انشاءالله خدا خواهد که شما اختلاف میگین که امروز ما در جامعه میبینیم. خودی بعضی انشاءالله بچه های هستن که نسبت خدا خواهد انشاءالله ما کشمکشی ها میکنن، سوال جواب میکنن انشاءالله. لیکن اختلاف عاقبتش فقط بیزیبیش دست از خلاص. الحمدلله الله سبحانه و تعالی علم شدید. الحمدلله انشاءالله امروز جوانای خدا خواهد ما نسبت خدا خواهد 20 سال و 30 سال پیش صاحب علم شدن. با فعل انشاءالله الحمدلله استقلالیت، با فعل انشاءالله خدا خواهد آزاد شدن دین اسلام عزیز. الحمدلله اکثری بچه های ما خدا خواهد یا که دخترای ما صاحب علم. من بسیار از این خرسند هستم، بسیار خدا خواهد، چون که دین کسی که می آموزد هیچ وقت خدا خواهد دین برای بد انسان نمیبرد. حتی جناب عالی خدا خواهد انشاءالله در یک سخنرانی گفتم با قرآن چنگ زنین، چون که قرآن یگان کس به بدی نمیبرد. الحمدلله کسی که انشاءالله خدا خواهد قرآن را چنگ میزند، قرآن انشاءالله خدا خواهد مستحکم میقپد یا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثاش عمل میکند، هیچ وقت هیچگاه خدا خواهد نه اختلاف میکند، نه خلاف دین کار میکند، نه خلاف شریعت کار میکند. افسوس که امروز بلکه از نفهمیدن است یا که از نادانی است. انشاءالله امروز بعضی خدا خواهد آیات و حدیث ها خدا خواهد بس اینها که در دهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودن انشاءالله خدا خواهد وارشدگی حدیث و وارشدگی سخنان و وارشدگی آیات ها و اینا بیان میکنیم. اختلاف کلمه عربی است برادر، عربی بوده معناش نزاع کشمکشی ها است. انشاءالله خدا خواهد معناش همین است، یعنی بین دیگر دشمنی پیدا کردن، بین دیگر ضدیت پیدا کردن. ببینید الله سبحانه و تعالی میتونن خدا خواهد انشاءالله که امروز وقت ما بسیار نیست خدا خواهد، برای همین من آیات ها را نامبر میکنم انشاءالله کسانی که میتونن انشاءالله به این قرآن عظیمشان مراجعت کنن و یکی آیت خدا خواهد شرح میدیم. خدا سبحانه و تعالی در قرآن 6 آیت بیان کرده است درباره اختلاف نکردن. یکیش انشاءالله سوره آل عمران 103 آیت، یکی سوره انفال 46 آیت، سوره روم 31-32 آیت، سوره آل انعام 159 آیت، سوره با آل عمران 19-105 آیت. الله سبحانه و تعالی از ما التماس میکند. سوره آل عمران 103 آیت وقتی که من شرح خدا خواهد انشاءالله مفسرا تفسیر کردن، همین اساس سبب نازل شدن است که قبیله اوس و خزرج یک زمان انشاءالله بسیار دشمن بودن، بسیار جنگ و جنجال خونریزی ها. حتی اوس از بالای یعنی خزرج غلبه کرده است. وقتی که به فعل اسلام آوردن یک جمع میشن، محبت میبندن، دوست میشوند. یک یهودی شخص گذشته میستد که این دو قبیله بسیار به همدیگر متحد، محبت زیاد، صحبت های خوب دارن، یعنی غشش می آید. یک یهودی بچه را میگد برو بین هوای ها یعنی چیکار کن، نزاع انداز، اختلاف انداز. می رود و میگد شعرها بگوشو، یعنی بواس گفتگی واقعی که
خونریزی کردن بیاد بیاد. این میراید مابین وی هم میدراید دو قبیله را جنگ میاندازد، حتی ای که دو قبیله یعنی بکشتن به یکدیگر میخیزن. وقتی که این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، پیغمبر اسلام با همراهی انصار و مهاجر یکجا دیده اومده پیش این کارم میگیرن که این خیر نکنید. همین آیت نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا میگه استعذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی همه شما بر اسمان خدا محکم قپین. مقصد از اسمان یعنی قرآن، یعنی دین اسلام محکم قپین انشاءالله. ولا تفرقوا، شما با گروه ها جدا نشین، پراکنده نشین یکدیگرتون، شما متحد شین، یعنی همه برای یک کس برای همه انشاءالله. خدا آمد و خدا گفت که واذکروا نعمت الله علیکم، بیاد بیارین خان نعمتی که خدای بر شما داد. این کنتم اعداء، شما پیش از یعنی اسلام دشمن بودین، فعلف بین قلوبکم، خدا با توفیل قرآن و اسلام بین شما محبت پیدا کرد. یاد داره گفت متحد ساخت شما را گفت. و اصبحتم بنعمته اخوانا، شما به سبب این نعمت اسلام اکا و دادر شدین. شما همچی یک خدا خواهد فرزند و پدر، اکا و دادر، همچی یک خدا خواهد یعنی برادر، امک و تاغا شدین. چون که عیناً ما و شما هم اگر اسلام نباشد، دین نمی بود، ما هم چه فرقا جدا بدیم؟ ما هم علا پرست بودیم، کسی بود گوسراکت پرست بود، کسی بود کوه پرست بود، کسی بود درخت پرست بود. وقتی که اسلام آورد و همه به دیگر دشمن بود، میگفتیم ما قبیله موضوعه، این میگفت دینی موضوعه، این میگفت وی موضوعه. ببینید خدا گفت به همین توفه شما را گفت یک برادر کرد. و کنتم علی شفای حفرتین من النار، شما در یک جر نزدیکش بده که گویا که شما در دوزخ داخل شید به عملهای نادرست شما. فانقذکم منها، خدا میگه شما را نجات داد از این. ببینید کذالک یبین الله لکم آیات لعلکم تهتدون. این خدا بیان کرد در این آیت، یعنی برای شما این یعنی حکایه ها را که واقعه ها را شما شاید که انشاءالله خدا خواهد یعنی هدایت یابین. الله سبحانه و تعالی از این یعنی بینین از این آیت حقیقت است، حق است که انشاءالله خدا خواهد ما بیگانه بدیم، دیگر بدیم. خدا خواهد انشاءالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومد، ملت بر هم رفت. اگر محمد انشاءالله ملت چی می بود؟ سلمان فارس راه نمیداد، صحیب رومی را صحابه نمی گرفت. بینید دین بینید. امروز افسوس که ما خدا خواهد در یک گیم که ریان زندگی میکنیم، در یک دیه زندگی میکنیم، چقدر اختلاف ها. ما امروز در چه اختلاف داریم؟ اکثر وقت اختلاف ما و شما در خواندن نماز است. خلاص باور میکنید همین برداشتن دست اختلاف است، بستن دست اختلاف است، موندن پوچک اختلاف است. این کدام نوع اختلاف است؟ میگن که اختلاف نوعها دارند، مثلا اختلاف لفظی، اختلاف معنوی، اختلاف مقبول، چنین عباره ها هست. اختلاف افعالی است، فعلی. مثلا نمازنده انشاءالله خدا خواهد همین سوره مثال دیم، اسلام خدا خواهد اهل سنت جماعت میگن 4 مذهب، یعنی امام اعظم رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالکی، امام حنبلی رحمت الله علیه، هر 4 خدا خواهد مذهب بگیر راه، یک راه برای ما نشان دادن. یکی راه همش اهل سنت و جماعت از قرآن از حدیث گرفتش دیگه است. الحمدلله هر یک چیزی که مذهبا که میارن یعنی حدیث دارد، آیات است انشاءالله خدا خواهد. حتی خیلی اختلافو نیست در هم وی ها انشاءالله. بینید نه که در دیگر مسئله اختلاف نمیکنن. بینید مسئله خدا خواهد نکاح، بینید اختلاف نمیکنن. مسئله طلاق بینید، همین بچه‌ای که خدا خواهد همین اختلاف میکنن، زنش طلاق میکنه، پیش میاد جان داملا جان یک راه افتاده، نه که ما مراجعت به همون مذهب میکنیم. یا که مسئله بیزنس میکشودگی میشه، سودا میاد پیش ما، داملا جان من بیزنس میکشودگی هستم، آیا چه خیلی کنم در شریعت نشان دادگی است. یا مسئله اجاره میگیرد یک چیز،
ببینید در دیگر چیزا اختلاف نیست. عیناً همین نمازی که خداوند مردم آرامانه میخونن، در همین نماز فقط کشمکشی هاست خلاص. یا که در دعا خداوند کشمکشی ها این خیلی کم نکنید. همه خداوند دعایی که اهل سنت و جماعت میکنند حق است. پیامبر اسلام که ستفترق امتی الی 73 فرقه كلها الی النار الا واحده. زود است که گفت امتای من 73 گروه در جدا میشن. از همین یک گروهش گفت جنت، 72 گروهش اهل نار. همین یک گروه نه اهل سنت و جماعت میگن از 4 مذهب عبارت است. اهل سنت چی گفتگی؟ سنت عمل میکردگی. جماعت یعنی جمع شده یک جمع میگشتگی شخصا را میگن. بینه؟ یعنی امروز دشمنان اسلام، دشمنان وطن از همین چیز استفاده میبرند، اختلاف میاندازند و جوانان ما رو از راه میزنند. سبب همین است. اساسی اختلافات که بالا ذکر کردیم که مثال یعنی شاس ابن مثال قیس گفتگی مثال گیم که یهودی بین دو قبیله انشاءالله جنگ انداخت. پیش رسول الله صلی الله علیه و آله امام بخاری حدیث است، ابن مسعود روایت که این حدیثه. یک جوان یک کس قرآن میخواند دیگر شکل در چون که از روی قرائت فرق میکند، یعنی 7 نمود انشاءالله خدا خواهد قرائت کردن است، خیلی دیگرتر میخواند پیش رسول الله میآیند. رسول الله میگه که همین شما خیلی میخونه، این خیلی خونده است، من خیلی میخونم. رسول گفتن که همین خیلی میگه در غضب شدن که حتی که رنگ شد دیگر شد. گفتن میدونیم گفتن پیش از شما کسانی که وفات کردن از روی همین اختلاف وفات کردن، شما هرگز اختلاف نکنید. گفتن از هم طوری است، از هم طوری است، باید اختلاف نکن. شیخ سعدی میگوید که میان دو تن جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. به اندیشه ما سخنچین هم این سخنچینی هم اختلاف اندازی است بین مردم. همین است. بلکه بس باید سخنچیندن انشاءالله نم حرام است. یعنی سخنچین ها انشاءالله خدا خواهد جنت نمیدراید. امروز بینین این برادران مثلا تا چه اندازه خدا خواهد انشاءالله باید دیگر یعنی نزاع باید دیگر دشمنی این معنی ندارد. حتی خدا در قرآن از این مشان سوره روم آیت 31-32 چی میگه؟ استعاذ بالله ولا تکونوا من المشرکین. شما چی از مشرکان مباشید، یک جای باشید، یک تن یک جان باشیم. خدا خواهد من امروز ببینین الحمدلله و صفایل خدا خواهد این دموکرات ببینین همه ساحهای جبههای دینم الحمدلله آشکار است. من در جایی که خدا خواهد برآمد داریم، در جایی که امر معروف و در جایی که مثلا من گفتم سنت عمل میکنه یا سنتان عمل کن الحمدلله. از این خدا خواهد بهترین یعنی موقع نعمت نیست الحمدلله. حتی اینکه کینه گرفتن در اسلام حرام است. من کان له کین و لیس له دین. پیامبر کسی که کینه میگیرد نسبت برادرش، نسبت عکس، نسبت دادر، نسبت خواهرش، نسبت هموطنیش، نسبت همه قشلاق و شهرش و گفتن دین ندارد. ببینید حتی اینکه مثال آبرو ریزوندن حرام است. المؤمن علی المؤمن حرام ماله و دمه و عرضه. مؤمن در حرام است، یعنی آبروش، مالش، خونش. حدیث صحیح است، همه میدونند. دیگه ما اومده در دنی جامعه به آبرو کرد، حرامات دست زد. خیلی خدا خواهد انشاءالله درن و ما شینن خوش رو بحث کنیم، خطا هم باشد اصلاحش میکنیم. هیچ کس بی خطا نیست، فقط یگانه بی خطا الله هست. انشاءالله کمبودی ما باشد باید میکنیم ما را دوست میداریم. انشاءالله ما یگان کسی دشمن نمیداریم. گر که گیم که خطا کرد دیگر راه نزد رفت، امروز انشاءالله بیاید هم صحبت شود، به ما یک جای شود، یک تن شود با خدا خواهد انشاءالله. الله چی است؟ ان الله عفو تحب العفو میگه. حتی خدا عفو کننده ها را دوست میداره، خودش عفو کننده. این دشت روز قیامت پرسیده می شود پیامبر با کدام رو میبینیم به اختلاف ها؟ حتی ساکن فقط رسول امتم گوید رسول از اختلاف ها حتی من کرد استاد خودشو نکنه. گفتن شما پیش از شما هلاک شده همش از تو فیلم اختلاف دو از تو فیلم کشمکشی ها جنجال ها شد، آخر از این دین همه رو میگردونه. این دین است که دینی انشاءالله آدم ساز است.
این است که وجودش تربیه است. الدین و نصیحت گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یک صحابه اومده پیش گفتن دین چیست؟ گفتن نصیحت است و حسن خوب است، خلق خوب است. اگه راست اومد چپ اومد ببینید نصیحت که میگه خلق درست کن، رفتار و گفتار و معامله ما اگر راست کنیم، گفتار من خود با مردم دوست کنیم، مردم دوست مو می‌دارد، الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. حتی ان شاء الله خدا خواهد شیرین سخنی، ان شاء الله خدا خواهد قلبی کسی خدا خواهد یافتن، این یک عبادت است. دل به دست آور که میگه حج اکبر است. ببینید یک کسی میگه دلش یافته شاد کرده و گویا که حج خدا خواهد ان شاء الله ثوابش برای ما الله میتید. ما خودمو نفرت نکنیم بیاره. میگیم که از وی گریزم، ای اخر گریزم، ای زناگر گریزم، ای همه گریزم و اوره کی بحث میکنند و اوره کی میفهموند ای رای خدا خواهد بعد میگردونند کی هدایت میکند؟ چون خدا ما برای همین فرسود سیز بالله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشین پیغمبر خبرای من به مردم رسول، مردم را بگو خدا خواهد سال رهی بد نران رهی و این نران. برای شیطان من ببینید این اساسی بچه خطاهای کشمکشی ها منظورم من میدونم افتگی چیز ما خراب کرده زاده است. همین شیطانی ملعونم برای چی ملعون شد؟ یک تا گپش خدا نفاری. سوره صاد نست سیز بالله آدم خدا آفرید از خاک، خدا خواهد گفت که سجده کنین، فرشتان نکردن. گفتن که برای چی خدا خواهد انشاءالله فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. همه فرشتان کردن مگر شیطان نکرد. شیطان خدا گفت که اوه من بعد از قدرت همین آدم اما برای چی نکردی؟ انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته، من از این در بهتر هستم، تو من از علاب این از خاک آفریدی. همین گپش 600,000 سال نه تاتی بودش الله بکار کرد. فخرج من نافعین، برو از درگاه من گفت رانده شدگی سنسو و علیک لعنتی تا قیامت لعنتی ما بود. ما کار کنیم که لعنتی الله، لعنتی اسلام، لعنتی محمد نگرفتار نشیم انشاءالله. باید همه یک تن جاشیم، یک جان شده خدا خواهد انشاءالله. مسئله شریعه حل کنون در خدا خواهد انشاءالله. همه خدا خواهد یک زمانی تینجی منه، یک زمانی آسایشتگی، یک زمانی که امروز الحمدلله حکومت هم امکانیتی که در ما داده است در بر مملکت ها نیست. الحمدلله این بحثا در کجا بود؟ من الحمدلله نبینین این مهربانی ببینین جناب خدا خواهد عالی بهترین خدا خواهد پرزیدنت عادل که چقدر هر سال خدا خواهد صدها آدم آزاد کرده است که بیا عمرش در همین خانه نگذرد، برای پیش پدرش، مادرش، پیش خواهر و دادرش. این امکانیتی که داده است ما به شکرگزار باشیم، دائم در دعا باشیم. الله سبحانه و تعالی همین تینجه که خدا خواهد این صحبت ها، این نماز ها، این عبادت ها، این مرکه ها، این همه شینک ها، همه صحبت ها اصلی است تینجه آسایشتگی است. رحمت دملو واقعا هم انسان تنها خودش به مقصدهای نجیب رسیدن نمیتواند و اگر ما متحد باشیم سوی قله های مراد میرسیم، همه کار را انجام دادن میتوانیم و واقعا هم در حیات موفق میشویم. و متحد بودن خود این بهترین عمل است و انسان را از اختلاف چون از گفته های شما برمی آید واقعا هم دور می سازد. برای صحبت های پرمضمون، سخنان پرمضمون تشکر. بار دیگر به استودیوی تلویزیونی سوخ خوش آمدید. بینندگان عزیز، برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.